عباس کاکا بله. فقط دیگر درس و مکتب بعد یله کنی. چرا؟ به خاطر ازی که من یک نفر من چه وجدار خود شما میفهمید که به یک نفر پرداخت ما و شما نمیشه. شما خدا سه نفر شما اون 5 نفر هم من که من یک نفر با درسون به سر کار تا شما کار کنم نمیشه پرداخت دیگه مکتب به درد شما نمیخوره. درس دیگه به درد شما نمیخوره. کاکا درس رو ادامه میده تا آخر. دیگه فایده نداره درس خوندن. دیگه به درد نمیخوره. فقط صبح به درس بریم به سر کار شما بیایم به می خونه. ما به کجا کار کنیم ما؟ کم کاره به تامی شهر. همین مردم هم به کجا کار میکنم؟ همین مردم هم به تامی شهر کار میکنم. پرده بزرگوار خود به می رقم کار میکنم. نمایه کاکا شما ایتی نکنید. نمایه نداره. فقط من به شما میگم دیگه مکتب نه مکتب. شما همه اصلا بخونیم مکتب که مکتب و خلاص کنم کاکا. ما دیگه به درد من نمیخوره. ما که نخوندم به کجا رسیدم. پیار تو که نخوند به کجا رسید. اگه بیا میاد بریم مکتب خلاص میکرد. بفهمیدیم. فقط هر دو برو. به در میشه میریم به خود کار پیدا میکنیم. نماشون که شد میاریم پول به ما تحویل میکنه. که من خرج روزگار شما رو برابر کنم. نمایه کاکا من درس رو ادامه میدم. نمایه نمیفهمم. ما فقط حال کیف و کتاب شما را همه جمع میکنم قید میکنم. چرا؟ به خاطر همین که شما برای کار کنید. من نمیتونم دیگه. من 5 نفر خرج کنم. خود مکتب خونه نیست برس کار میکنم. من نمیفهمم از اینکه فقط من مقدار میگم که دیگه مکتب نباید بریم. درس نباید بخونیم. هیچ کدوم نتونی. فقط کار کنیم چون که شد بیاریم صبح رو دست متعال. الان که چای خور بخوردیم برات کار بریم. دیگه به مکتب نه. مکتب دیگه به درد ما و شما نمیخوره. فقط کار کنیم. چای خور بخوریم. حرکت کنیم بخیر. بسم الله کنیم بریم سر کار ماری. بگردیم بخواه کاری پیدا کنیم. پیار خدا بیام زمین در من نداشت که کار کنم. وقتی که پیار خدا می‌آورد تو زنده بود من غمی نداشتم من مشکلی نداشتم ولی حال مشکل دارم حال من غم دارم نمیشه راهی نداره دیگه راهی نداره مجبوریم کار کنیم خدا بخوریم چای خور حرکت کنیم بخیر بریم رد کار کاکا همین چای صبح شما به جون ما زهر کردیم آخه ما چه کار کرده میتونیم کار ما چه کار کرده میتونم کار کنیم که چای صبح به جون شما زهر نشه پول پیدا کنیم چای صبح به جون شما زهر نمیکنم چرا تو از کی میمونی تا به شما همین بچه‌ها مردم کش رنگ میدن و 4-5 ساعت کار میکنم کار هست اگر کسی مستوجب شما میتونید پول بگرفتید پول تاسک پرتک ما پول ور شما کسی کار میده با خدا ما کار کردن نمیتونی کاکا یکی کار خوب دست ما نمیده نگفتم بریم سر کار مردم دیگه شما به 4 نادو نمیتونی کار کنی برو کاکا برای کار برو کش رنگی برو شیشه موتر پاک کن تا شما همین مردم چه کار میکنن تا باشون پول پیدا میکنن همین روم یعنی شما ریدی ما بریم کش رنگی بریم شیشه موتر پاک کنیم ما درس نخونیم داری برادر محشی بیایم به شما پول بیاریم ها از این صحت ها فقط بریم کش رنگیم کار کنیم به ما پول کاکا اگه از این نیم درس خور میخورم درس ماست نگاه به دردم نمیخوره فقط چای خور بخوریم حرکت کنیم برات کار میکنیم و فقط شما اینجا پول ما دیگه بازی گپ نمیکنم خلاص کن همه خدا به شما بخوریم چای خور حرکت این کارا فایده نداره فقط کار ما مهم کار شما کاکا به زرما ظلم میکنی ظلم نیه با خدا بیار برو زنده میبینن با خدا اگه برده از زمین دم و همه چیز میگیش تو همه زرما با شما بگو تو ما که بیرون سر کار کنم و شما باز بیام خود شما گم بزن یعنی شما میفهمیم کار شما منطقه حرکت کنیم برای سر کار بده الله برم بسرم ماما کو بیا کجی تو میتونی مکتب خویله دی نه که بری باید پول بری ما کاکا هم میتونه که با شیخ پوله خدا بیاد پیانو فت کده ما رنده که میگه به هر رقم همیشه مکتب خویله دیم بریم کار کنیم بریم بگیم ایتن حق دارین کاکا میشه به سر ما ظلم کنه ما را درس مکتب ما بند نازه چرا من این دوسته
شمالی لاله زار باشه به مچی بیا که در بغل سنگت بگیرم میانه میونجی تو میانه ما و تو یری نمیشه بیا که در بغل سنگت بگیرم چی میگه کاکولا؟ چی میگه کاکولا؟ نگه یک سر که به دوغ بشیرم کجا میری کسی عباس؟ سلام بریم. من گفتم الان بیگانه ما رو به تک گوشمون بزنم بشینیم کجای ما نوروز من رمضان من گیلا دل ما خونه نمایی پاس کن خود سر خود یا نمیتونی ما تو مثل ما رمضان کجای ما تو مثل شینگ بوز یکی او طرفتی یکی خیلی باشه سر خود دیون شونه کن ها کجای کی؟ ما رمضان برو از این چی برشته بودن؟ برای چی؟ برای می کجای تو بیاقلی تو شیری روزی که میشه کامپیوتر ماما منه دیگه خب ایل ببرده که شهر دسکی رو خراب شده دسکی خراب شده گفتن ببره میچی کی میاره کی میاره؟ ماما رمضان آه گیلا بشم چی مایم شما؟ گیلا خدا بیامرزه پیرک تو کاش که پیار نمیبود که من از مکتب بیرون نمیکرد چه؟ بیلیشی؟ خب بیرون کردم کی؟ سه کورک میشته گریه میکنن صبح چای میخوردیم سرا ما کاکا ماما میگه خدا بیامرزه به پیار تو الان میگه پیار تو بمرده خلاص شد دیگه شما بموندیم با من گوش کشه گپا عشقا از این تو میگم دیگه که بخاطر چی عشق گریه میکنه میگه از این وقت برین شما رد مکتب و درس لدین را تاچک هر دو تا صبح برین شما پول بیاریم راست میگه پول خوب است کسی یادر پول باشه با گیلک جو میگه درس لدین شما میگه 3 نفر میگه شما میگه من نمیتونم که کار کنم بیام شما نمیدم نخند از خاطر کسی مثل بوز بریم ما از ماما چی گیره؟ او گیته باشه میگه رد دست ترین منه برو کار کن پول بیارم ما حالا پیار زندگی بود ما میگدیش که کار کنه میگدیش ما بیان پیش ماما میگه گپ با ماما میزنه کوکو تو بعد تو نه حباز یک چیزی بگم بعد تو نمیای دم ظالمیه بعد تو نمیای آقا هیچی نداره با قرآن برد پیش ماما خوب چون اینا سالان پشت سالان سوی جو همه تو جمع کن همه جمع کن که بده ما پخش بده کرده اکاکا تو عباس یک چیزی بگو بگوله یاری ماما خوب خیلی باشه ما بیان پیش شما که ما کم دل دارید شما اکسترا میخوام خب با ماما دارم که خوشی تو نیم چه به من لست میدی تسر ماما تسر کاکا تو بقید جو در سر آماده ما ایت گفت نزنیم بعد ماما نه بابا جو مثل بیجوهای که نور نیه خوشی
گیلک بدن گوشی با ماما خود زنگ زنم یا اگه بروچی موزیکا شروع کنه برکت شاید به یک سال نه بریم کشی بریم این کردیم بکنیم بخندم اونو بله کجا بریم؟ ما بیانم پیش ماما خانوادا بچی ماما بحث هسته. همون دارم واقعا ماما ماما داره. داره یک نیم سال از دنیا عقب یه عقل کمال نداره بریم پیش ماما کاکا تو بوده زنگ نزن ماما خوب زنگ نمی‌فهمی ماما که میگه. خونیم بیا کاکا تو اگه تصر سراتی بودی شاید از اون کلوختش از اینجا بطور حرکت گیرتا با خوفتن نمیرسید بزی سرسرم کیمه؟ بعد این بود کی زن میزنی؟ ماما رمزون بله ماما خوبیم بخیر سلامتیم شکر زنده باشین سلامت باشین او برفته به شهر و تا شهر نفسی به تو میاره به تا سلام شکر خوبیم شما خوبیم سلامت باشین ماما با کجاییم؟ به شهریم خب کی میاییم؟ خیلیتی همیده که این کار داشتیم به شما تو خودی پوش پیت خوب حرف رو نمیکنی میگی نه ها گیلک به خونه ها تو شما بیایم بیتره خب سیر میان ما میریم باردم بیام بودیم یک زنگ بزنیم ما میریم خدا پیز ماما جان بله در رو دنبال خوب استن کنی یاره ماما خوب شما هم سر دل داره در رو دنبال خوب استن کنی یعنی ماما که میگم خدای پاک قدیمی قد و بالا و ایکل شما بردار بگذار بالای عقل شما از این قد بلند تو هم خدا بگذاره با بالای تسر کوکوتو در رو بسته کنی خیلی ماما خیلی سلامت ماما سلام علیکم یاره ماما جو بیا دیگه بشینیم شما ماما بریم به خونه آخه چرا دیگه شده خونه بدیم ماما جان خونه بدیم ماما جو ما خود گله اختلاط نه گله یک سر ما رو مقصره میکنه و میخنده اون قومت ساده خود جامعه فهم از اون گله عملیه ماما بدبخته که آره پیار ما خاطر بمردم ما بدبخت شده نه ماما خدا نکنه کاکا چرا ما به سر ما ظلم میکنه ما را درس مخش و تعلیم با بار تاخته میگه شما بیاییم بریم صبح بدر میشین شما به من پول بیاره دیگر بعد همه کارا یالا کنیم صبح از سرا سر چایا بدر چیم بریم تا نماشون به من برفتی نماشون کام دیگه کرده به من پول بیاره کاکا شما اشتباه کرده کاکا شما غلط کرده کی گپ بزده ما به فکر شما هستم ماما به فکر شما بودم این نیه که شما خداوند بیامرزه پیار شما فکر کنم من رفت شما ریاله چای صبح سر و زنگ کرد دیگه من که وقت استراب داشتم و شو میام و شما پول کنم من شه و روز به فکر شما هستم به خاطر عظیم نمادم که این پیار شما مدت نمیشه که فکر که در دقل این مردم اقدام یک چیزی نگن که سکو امی فلانی بیامد خوارزاده ها خو خوار خورد اشتام کبو بود بفهمیدین ما ماما جو به فکر شما بودم نه من شما رو به در خونه کاکا مقدارم نه همین چی من فقط همین تا معطل بدون چند روزی تیر شه می آمدم مادرتون آمد میداشتم میامدم شما رو آمد میداشتم میاردم به خونه حال که سر امیت ظلم میکنم میگه هر کاری میشه درس و تعلیم دیگه یک قدم خود نگذار البته من زنده نیم ماما کیف کتاب چه بار آوردیشه و همه قایم که گفتید میکنم امروز صبح بدر نشید تا به شما به پول بیارم دیگه ناوردیم شما رو سر سفره خواسته شما رو نمید میگفتی او هرمون مگه به خاک بگذاری بفهمیدی شما بیان پیش شما گفتم باشه و شما بگیم سگ با گله خواهد چی میگم ماما میخنده او کوی چیوری الک ماما جو رخصت بیان بفهمیدی خودی رو گفت زدیم من دل پردرد خود غیره میکردم ماما با من میخنده خیر ماما به قصی گیلک نباشه بفهمیدی حداقل این مکتب رو خلاص کنیم شما وقت از این بریم به خونه خو بریم ما خود میایم مادرتون اول میدارم میارم شما رو میارم نمایه که شما یک ساعت تو سنیه کار کنه تا ماما شما زنده بود شما درس خود بکنه خوب بفهمیدی پشت بکو دلجا هر وقتی که من نبودم باز هر ظلم و ستمی که کاکا شما به سر شما میکرد او وقت مشکلی نداره بفهمیدی وقت از این بریم شما به خونه خو بریم اگه به خونه ما بریم خب بریم اگه نمیریم بریم به خونه خو به مادر هم سلام بگو ماما ما گفته من به فکر شما بودم منتها به خاطر که همین مرگ پیار شما تازه
باز میخوام من خیشای چیزی نگم. خودم راضی نیه بزی کار. من راضیم که شما عمر خود دست کنه حالا کم برین کش رنگ دی بیا برین شاگردی مردم بکنه. شما کاری می کاره. برین ماما جو دلجام پوش بکو باشیم آمار داریم بفهمیدی؟ برین دلجام باشیم برو ماما برو بخیر بید. من میگذارم که شما برین کار کنه. من مگر زنده نباشم که شما کار کنه.